به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا در زمینه کسب و کار و مدیریت شروع میکنیم. تنها بی‌پروایان پایه دارند. از نقطه‌های بحران که با هر سازمان و حرفه‌ای در چالش هستند چگونه بهره برداری کنیم. این اثر برجسته کتابی است خطرناک که خواننده را به اندیشه وامی دارد. پیتر دراکر. این کتاب برگزیده مجله تایمز به عنوان مرد سال 1997 آقای اندرو گرو شده که نویسنده این کتاب هستش، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت اینتل در امریکا. مترجم آقای دکتر عبدالرضا رضایی نژاد هستند و نشر فرا در تهران این کتاب رو در پاییز 1378 چاپ اولش رو انجام داده و چاپ دومش در تابستان 1380 بوده که در اختیار من هستش. ابتدا نوشته ای رو در پشت جلد کتاب هستش برای شما میخونم و با هم کتاب رو شروع میکنیم و کشف کنیم این کتاب عجیب مدیریتی رو. گوهر مدیریت و راهبری کسب و کار در سده 21 میلادی رویکرد به دگرگونی‌ها و مهار آنهاست. برجسته ترین دگرگونی که نظام 220 ساله وظیفه گرایی بر پایه اندیشه های آدام اسمیت را زیر و رو کرده است. روی آوردن به فرایندگرایی در سایه پیدایش فناوری‌های نوین اطلاعات، رقابت فشرده جهانی و آگاهی و حق انتخاب مشتریان می باشد. در این کتاب از همان آغاز انتشار ستایشنامه‌های فراوانی نگاشته شده است. از آن جمله پیتر دراکر، اندیشمند نامدار و نویسنده مطرح ادبیات مدیریت، گفته است این اثر برجسته کتابی خطرناک می باشد که انسان را ناچار به اندیشیدن می نماید. و رید هاند، رئیس هیئت مدیره کمیسیون فدرال ارتباطات می گوید این کتاب از مفهومی بسیار مهم گفتگو می کند. همه ما باید در زمینه نقطه‌های چرخش راهبردی استراتژیک بیاموزیم، زیرا خواه ناخواه در زندگی با آنها روبرو خواهیم شد. اما کتاب رو با هم دیگه شروع می کنیم با جمله‌ای از جوزف آ شامتر، سرمایه‌داری سوسیالیسم و مردم سالاری در سال 1942. در دنیای واقعی سرمایه‌داری که با تصویر نشان داده شده در کتاب‌های آن متفاوت است. اهمیت رقابت نه در زمینه قیمت‌ها بلکه در برابر فرآورده‌های نو، فناوری‌های نو، منابع تازه و سازمان‌های نوین است. رقابتی که به جای جنبه‌های حاشیه‌ای به بنیان و هستی شرکت‌ها یورش می‌برد. اما این کتاب شامل 9 فصل هستش و مقدمه ناشر، یادداشت مترجم، آشنایی با کتاب و پیشگفتار این کتاب هستش. و من فکر میکنم بتونم این 4 تیتر اول رو برای شما بخونم: مقدمه ناشر، یادداشت، آشنایی و پیشگفتار. انشالله که فصل 1 هم بتونیم با هم دیگه مروری داشته باشیم. اما میریم مقدمه ناشر رو با هم بخونیم. با من همراه باشید. به نام خدا. آمار نشان می‌دهد که از فهرست 500 شرکت طراز اول دنیا در سال 1970 1/3 از این شرکت‌ها تا سال 1983 به طور کلی از جهان تجارت محو شدند. جالب اینجاست که از این فهرست تنها شرکت‌هایی توانستند بیش از 75 سال عمر کنند که موج سوارانی هوشیار بودند و به موقع بر موج تحولات سوار شده و از فرصت‌های پیش آمده در راستای اهداف خود بهره گرفتند. آگاهی به موقع از تحولات جهانی و دنیای کسب و کار و آموزش مادام العمر رمز موفقیت این سازمان‌ها بوده است. مدیریت در جهان امروز مفهومی است پیوسته در حال تحول که باید همواره آموخته شود. در این راستا مؤسسه نشر فرا با رسالت توسعه دانش مدیریت در کشور از طریق انتشار آثار معتبر و برگزیده جهان
فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف این مؤسسه به روز نگاه داشتن مدیران کشور است. در آزمایشگاهی به وسعت جهان، همه روزه پژوهشگران و مدیران بیشماری به طور مستمر و با سرمایه جهانی در کار پژوهش و کسب تجربه‌هایی با ارزش و تولید منابع جدید مطالعاتی در زمینه مدیریت می‌باشند. دریغ است که مدیران و دانش‌پژوهان ایرانی به دلیل ضعف دسترسی به منابع روز در کشور از این گنجینه گرانبها بی‌بهره بمانند. به عنوان بخشی از فعالیت خود، نشر فرا بر آن است تا به طور مستمر بهترین و پرفروشترین کتاب‌های منتشر شده در زمینه مدیریت در جهان را برگزیند و در کوتاه‌ترین زمان به فارسی برگردانده و در اختیار مدیران و دانش‌پژوهان کشور قرار دهد. کتاب حاضر نخستین محصول از تلاش‌های همکاران ما در این زمینه است. هدف از تلاش همه ما در نشر فرا همراه ساختن شما با دانش روز مدیریت است. مدیر مؤسسه دکتر فریبا لطیفی. اما یادداشت مترجم: به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. گوهر مدیریت و رهبری کسب و کار در دهه 1990 و در آستانه ورود به سده 21 میلادی روی کرده به دگرگونی‌ها و مهار آنهاست. برجسته‌ترین دگرگونی که نظام 220 ساله وظیفه‌گرایی بر پایه اندیشه‌های آدام اسمیت را زیر و رو کرده است. اندرو گرو که از برجسته‌ترین مدیران پیروزمند امروز است، در 4مین کتاب خود تنها بی‌پروایان پایه دارند برآیند همه دستاوردها و اندیشه‌های نوین مدیریت را به صورت علمی و کاربردی پیش چشم خواننده به نمایش گذاشته است. در این کتاب از همان آغاز انتشار ستایشنامه‌های فراوانی نگاشته شده است که به 2 نمونه کوتاه اشاره می‌کنیم. پیتر دراکر که جمله‌اش رو من اول کتاب برای شما خوندم و رید هان که جمله‌اش رو پشت کتاب برای شما خوندم. امیدوارم برگردان به فارسی این اثر ارزشمند نزد مدیران و رهبران پیشتاز دنیای کسب و کار، استادان ارجمند و دانشجویان گرامی که به مدیریت امروز و آینده دلبستگی دارند پذیرفته شود. پیشاپیش از دریافت هر گونه راهنمایی و گوشزد در زمینه این کار سپاسگزاری می‌کنم. عبدالرضا رضایی نژاد. اما آشنایی: شرکت اینتل با رهبری اندی گرو به صورت بزرگترین سازنده تراشه‌های رایانه‌ای در جهان درآمده است. این شرکت اکنون 5مین شرکت مورد ستایش امریکا و 7مین شرکت پرسود در فهرست فورچون 500 میباشد. رسیدن به این گونه شاخص‌ها بدون شناختی استادانه از دنیای کسب و کار و پیاده کردن بیمانند آن شدنی نیست. شمار اندکی از مدیران عامل می‌توانند مدعی اینچنین رکورد شکنی‌ها و پیروزی‌های پیوسته باشند. گرو بیشتر پیروزی‌های خود را مرهون فلسفه و راهبردی می‌داند که در کتاب تنها بی‌پروایان پایه دارند برای ما آشکار کرده است. این کتاب به خاطر عرضه معیاری دلیرانه و بی‌سابقه در زمینه رهبری و کشاندن خواننده به ژرفای دنیای کاری، شرکتی بزرگ در ادبیات مدیریت نوین بی همتاست. یاری‌های گرو به اندیشه مدیریت در زمینه نشان دادن راهی تازه برای سنجش لحظه‌های کاووس‌گونه‌ای است که هر رهبری را به هراس وامی‌دارند. لحظه‌ای که دگرگونی‌های گسترده رخ می‌دهند و بر همه بخش‌ها اثر می‌گذارند. پیروزی‌های دیروز برباد می‌روند و با پیدایش یک دگرگونی پیش‌بینی نشده همه چیز با شتاب نابود می‌گردد. گرو اینگونه لحظه‌ها را نقطه چرخش راهبردی استراتژیک نام نهاده، پیشامدهایی که خود بسیاری از آنها را از سر گذرانده است. هنگامی که به نقطه چرخش راهبردی برخورد می‌کنیم، همه قانون‌ها با شتاب
خشمگینانه و برای همیشه دگرگون می‌شوند. هر امری مانند ابر رقابت، دگرگونی محرمانه مقررات و یا حتی دگرگونی به ظاهر معتدل در فناوری می‌تواند موجب رسیدن به نقطه چرخش راهبری شوند. با این وصف چنین رخدادی در دست رهبران هوشیار مانند تکخالی کارآمد است. به کارگیری درست این فرصت می‌تواند همچون نیرویی مثبت شرکت را در زمره برندگان بازار و نیرومندتر از پیش درآورد. برای دستیابی و بهره‌گیری از این سطح از دگرگونی، مدیر باید توانمندی‌های درونی و بیرونی آن را بشناسد. گرو این گونه پرسش‌ها را مطرح می‌کند: این موج کشنده‌ها در چه مرحله‌ای هستند؟ برای پیشبینی خطرها پیش از نمایان شدن به چه منابعی روی می‌آورید؟ به هنگام فراوانی تهدیدها با احساسات وقت و حرفه خود چگونه برخورد می‌کنید؟ با مدیران و مشتریان بسیار وفاداری که به سنت‌های موجود پایه‌بندند چطور؟ اندی گرو آشنا با خطر تجربه پیروزی‌ها و ناکامی‌های خود را بازگو می‌کند. از جمله اینکه در دوران آشکار شدن کاستی‌هایی در پنتیوم که می‌توانست بنیاد شرکت را برباد دهد، چگونه پیشامدها را مهار کرده و تهدیدها را به فرصت‌هایی به سود شرکت اینتل تبدیل نموده است. تنها بی‌پروایان پایه‌دارند اثری به جای ماندنی در ادبیات مدیریت و رهبری میباشد که میوه یک عمر اندیشه و تجربه است. اما پیشگفتار: تنها بی‌پروایان پایه‌دارند. دیر یا زود چیزی بنیانی در دنیای کسب و کار شما دگرگون خواهد شد. بسیاری مرا نخستین سردهنده شعار تنها بی‌پروایان پایه‌دارند می‌دانند، هرچند که آغاز پیدایش این اندیشه را به خاطر نمی‌آورم، ولی در میدان کسب و کار همواره به ارزش و توانمندی‌های هوشیاری بدگمانانه آگاه بودم. پیروزی در کار بذر نابودسازی خود را نیز به همراه دارد. هرچه پیروزمندتر باشی از رقیبان بیشتر برانگیخته می‌شود. ابتدا تکه‌ای از نان تو را می‌خواهند، پس از آن تکه‌ای دیگر و سپس تکه‌ای دیگر، تا اینکه هیچ باقی نماند. به گمان من نخستین مسئولیت یک مدیر نگاهبانی از بنگاه اقتصادی خود در برابر حمله دیگران است. این گرایش را بایستی در همکاران و زیردستان نیز به وجود آورد. هوشیاری و دلواپسی‌های من گوناگون است. نگران وضع فراورده‌ها هستم که زیر و رو نشود. نگرانم که فراورده نابهنگام و نارس روانه بازار نگردد. از خوب کار نکردن کارخانه‌ها و نیز از افزایش بی‌رویه شمار آنها اندیشناکم. نگران یافتن و استخدام افراد شایسته‌ام و نگرانم که مبادا از دلگرمی و روحیه کارکنان کاسته شود. افزون بر آنچه آمد نگران رقیبان هستم، کسانی که می‌کوشند تا آنچه را ما می‌سازیم بهتر و ارزان‌تر تولید کنند و ما را از مشتریانمان ببرند. اما همه این نگرانی‌ها در برابر پیدایش آن وضعیتی که نقطه‌های چرخش راهبردی عنوان دادم رنگ می‌بازند. چگونگی نقطه چرخش راهبردی را به زودی در این کتاب بازگو خواهم کرد. اینجا تنها اشاره کنم که نقطه چرخش راهبردی در زندگی هر بنگاه زمانی است که بنیان‌های آن در معرض دگرگونی قرار می‌گیرند. این دگرگونی می‌تواند همچون نردبان فرصت بالا رفتن به نقطه بلندتر را فراهم آورد، همان گونه که ممکن است آغاز سرنگونی باشد. نقطه‌های چرخش راهبردی می‌توانند ناشی از دگرگون شدن فناوری و یا رقابت باشند، ولی بسیار توانمندتر از اینها هستند. آنها چنان بر کسب و کار اثر می‌گذارند که گزینش فناوری‌های نو و جانشین و یا مبارزه با رقیبان به شیوه گذشته کارساز نیست. نیروهای پرتوان پنهانی
چنان سربلند می‌کنند که نزدیک شدن به موضوع را هم خطرناک می‌سازند، ولی به ناچار باید کاری کرد. سخن را به درازا نکشانند. فرارسیدن نقطه چرخش راهبردی می‌تواند کشنده باشد. شرکت‌هایی که در نتیجه دگرگونی‌ها به سرازیری افتند، به ندرت دوباره موقعیت پیشین خود را به دست می‌آورند. البته پیدایش نقطه چرخش راهبردی همواره با مصیبت همراه نیست. هنگامی که روش جاری کار در شرکتی دگرگون شود، برای کسانی که بتوانند خود را با رخداد تازه همساز نمایند، فرصت‌های خوبی فراهم می‌آورد. چون این موقعیتی می‌تواند آغازگر دوره‌ای از رشد و پیشرفت تازه باشد. ممکن است که شما هدف نقطه چرخش راهبردی باشید، همان گونه که می‌توانید خود آن را به وجود آورید. اینتل، شرکت من، این هر دو نقش را داشته است. در میانه دهه 1980 ژاپنی‌های سازنده حافظه رایانه ما را در موقعیت نقطه چرخش راهبردی نیرومندی قرار دادند، به گونه‌ای که ناچار شدیم تا از ساخت تراشه حافظه دست برداریم و به میدانی نسبتاً تازه ساخت ریز پردازنده‌ها روی آوریم. این فناوری که ما همه توانمندیمان را بر روی آن متمرکز کردیم، خود مادر پیدایش نقطه چرخش راهبردی برای همه شرکت‌های دیگر در این صنعت شد و عرصه را بر سازندگان رایانه‌های بزرگ سنتی بسیار تنگ نمود. از آنجایی که شرکت اینتل هر دو وضعیت هدف قرار گرفتن و آغازگر رخداد چرخش راهبردی بودن را آزموده است، با اطمینان میتوانم بگویم که مورد نخست بسی دشوارتر است. من در صنایع فنی بار آمدم و تجربه هایم ریشه در این بخش دارند. بنابراین روش اندیشیدن و بیشتر مثال هایی که در این کتاب میآورم از زمینه فنی برخوردار است. ولی نباید چنین انگاشت که رخداد نقطه چرخش راهبردی ویژه اینگونه صنایع است و در زمینه‌های دیگر کاربرد ندارد. واقعیت ساخت دستگاه‌های پرداخت خودکار روش بانکداری را دگرگون کرد. چنانچه شبکه‌های گسترده رایانه‌ای در زمینه تشخیص‌ها و مشاوره‌های پزشکی به کار گرفته شوند، روش‌های بهداشت و درمان دگرگون خواهد شد. فراهم شدن امکان آفرینش، نگهداری، انتقال و نمایش برنامه‌های سرگرمی و وقت گذرانی به صورت رقمی یا دیجیتالی ممکن است که صنعت رسانه‌ها را از بنیان دگرگون کند. بنابراین پیدایش نقطه چرخش راهبردی به مفهوم تغییر بنیادین در هر گونه کسب و کاری، خواه فنی و خواه غیر فنی می باشد. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که روند دگرگونی در فناوری‌ها با شتاب فراوان افزایش می‌یابد و موج‌هایی می‌آفریند که همه صنایع را در بر می‌گیرند. از هر راهی که گذران زندگی کنیم، این دگرگونی‌های فزاینده بر ما تأثیر می‌گذارند. روش‌های رقابتی نوینی از فعالیت‌های تازه و بی‌سابقه در برابر ما قد علم خواهند کرد که نمی‌توانیم دریابیم از چه گوشه و سوی آمده‌اند. مهم نیست که در کجای جهان زندگی می‌کنید. در گذشته فاصله‌های دور انسان‌ها را از همدیگر جدا و برکنار می‌کرد. ولی امروزه فناوری خاکریزها را سانتیمتر از میان برمی‌دارد. هر فردی در سراسر گیتی می‌تواند به همکار و یا رقیب ما تبدیل شود. همان گونه که افراد شاغل در یک سازمان چنین فرصتی را دارند. دگرگونی‌های فناورانه دیر یا زود به سراغ شما نیز خواهند آمد و در دنیای کارتان چیزی را به شکل بنیادین تغییر خواهند داد. آیا این گونه پیشامدها نیروهای سازنده و یا خراب کننده هستند؟ به گمان من آنها هر دو ویژگی را دارا بوده و گریزناپذیرند. در زمینه فناوری هر آنچه را بتوان انجام داد رخ خواهد داد. نمیتوان دگرگونی‌ها را بازداشت. ما نمیتوانیم خود را از آنها پنهان کنیم. باید نگاه‌ها را بر آنها دوخت و برای رویارویی آماده شد. درس‌ها و چگونگی برخورد با نقطه‌های چرخش راهبردی برای سازمان‌ها و افراد در مورد شغل و حرفه ایشان یکسان است. چنانچه سرپرستی و اداره کسب و کاری را بر عهده دارید، باید بدانید که هیچ مقداری از برنامه‌ریزی‌های رسمی توان پیشبینی این گونه دگرگونی‌ها را ندارد.
آیا این مطلب بدان معنی است که از برنامه‌ریزی دست برداریم؟ هرگز چنین نیست. بایستی برنامه‌ریزی همانند سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی باشد. اینها نمی‌توانند محل آتش‌سوزی آینده را پیش‌بینی کنند، ولی گروهی را آنچنان توانمند و کارآمد آماده می‌سازند که می‌توانند همانند رخدادهای عادی به هر پیشامد دشوار و پیش‌بینی نشدنی هم پاسخ مناسب بدهد. شناخت طبیعت و چگونگی نقطه‌های چرخش راهبردی و راه‌های رویارویی با آنها به مدیر کمک می‌کند تا از منافع شرکت خود دفاع نماید. مدیر ارشد مسئول رهبری سازمان به بیرون از نقطه خطر و همخوان کردن آن با نظم نوین است. هیچ کس دیگری نمی‌تواند این کار را برایتان انجام دهد. اگر از کارکنان یک سازمان هستید، نقطه چرخش راهبردی دیر یا زود اثر خود را بر شما می‌گذارد. چه کسی می‌داند که پس از یورش سیلاسای دگرگونی‌ها، جارو کردن محیط صنعت و در بر گرفتن شرکت، شغل شما چگونه و به چه صورت در خواهد آمد؟ چه کسی می‌داند که شغل کنونی شما در آینده همچنان وجود خواهد داشت؟ به راستی چه کسی غیر از خودتان به این امر اهمیت می‌دهد؟ تا همین اواخر، هنگامی که انسان به یکی از شرکت‌های جا افتاده می‌پیوست، می‌توانست که روی کار کردن تمام عمر در آن سازمان حساب کند. ولی در وضعیتی که شرکت‌ها خود از داشتن شغل‌ها و حرفه‌های دراز مدت بی بهره اند، چگونه می‌توانند چنان فرصتی را برای کارکنان فراهم سازند؟ در تکاپو و کوشش همخوان شدن با وضع تازه، سازمان‌ها ناچارند تا روش‌های کارساز دیرین را کنار گذاشته و به تاریخ بسپارند. شرکت‌هایی که از سیاست دوری گزیدند، از خاتمه خدمت افراد پیروی نموده و نسل‌های پیاپی از خانواده‌ها را در خدمت داشتند. اکنون ناچار به اجرای طرح ریزش نیروها شده و ده‌ها نفر از کارکنان را یکباره به خیابان‌ها روان می‌کنند. رخداد غم‌انگیز این است که دیگر کسی مسئول اشتغال شما نیست. حرفه هر کس تنها به خودش مربوط است و خود باید از آن نگهبانی کند. امروز هر کس به راستی کارفرمای خود می باشد. افراد نیز همانند کسب و کارها با میلیون‌ها رقیب در جهان روبرو هستند. هر کس بایستی مالکیت حرفه و مهارت شغلی خود را بپذیرد و برای بهره برداری از آن در اینجا و آنجا برنامه‌ریزی نماید. افراد مسئول این دارایی ارزشمند خود می باشند. باید با آن به گونه‌ای رفتار کنند که از دگرگونی‌های محیطی بهره مثبت ببرند. چون این کاری از هیچ کس دیگر جز خودتان ساخته نیست. من که سالیان درازی را به مدیریت در شرکت اینتل سرگرم هستم، خود را شاگرد نقطه‌های چرخش راهبردی قرار دادم. بها دادن به این پدیده شرکت ما را در محیط رو به افزایش رقابت پابرجا داشته است. من یک نفر مهندس و مدیر هستم، ولی همواره بر این نکته اصرار دارم که به کار آموزش نیز بپردازم. آنچه را خود دریافتم با دیگران در میان می‌گذارم و همین کوشش را در زمینه یادگیری از دیگران نیز به کار می‌برم. این کتاب تاریخچه و بازگویی خاطرات نیست. من در اداره یک کسب و کار بزرگ روزانه درگیر بودم و با مشتریان و سهامداران سر و کله زده و پیوسته به قصد و اقدام‌های رقیبان اندیشیدم. در نگارش این کتاب از بسیاری از این گونه کنش‌ها و واکنش‌ها سود برده و شاهد آوردم. ولی یافته‌های من نتیجه بحث و گفتگوها در شرکت اینتل و دیگر کسب و کارها بوده و به منظور پخش همگانی تهیه نشدند. بنابراین چنانچه گاهی جنبه کلی و استتار به خود می‌گیرند، پوزش می‌خواهم. چاره‌ای جز این ندارم. کتاب من درباره تأثیر قانون‌ها و مقررات دگرگونی پذیر است. یافتن راه در سرزمین‌هایی که هنوز نقشه آنها تهیه نشده است. امیدوارم بتوانم به یاری بازتاب تجربه‌های خود و دیگران آگاهی‌های شما را افزایش داده و راه گذر از طوفان‌ها و دگرگونی‌های ژرف را نشان دهم. همان گونه که یاد شد، این کتاب از شغل‌ها و حرفه‌های فردی نیز گفتگو می‌کند. کسب و کارهایی که به منظور فعالیت در محیط نوین پا گرفته
و یا بازسازی گردیدند نیازمند به نیروی کار ویژه‌ای هستند. امیدوارم این کتاب بتواند روش‌هایی را در جهت نگهبانی از حرفه و کار خود در این دوره دشوار به افراد عرضه نماید. اکنون بیایید تا خود را با چتر نجات در میانه میدان یک نقطه چرخش راهبردی بیاندازیم. آنگاه که وضعیت سخت دگرگون شده چیزی تازه رخ نموده و ما آنچنان سرگرم دست و پا زدن برای ماندگاری خود هستیم که سر از پا نمی‌شناسیم و تنها در یک بازنگری در آینده میتوان به ژرفای این دریا پی برد. هرچند یادآوری آن سرگذشت هم دردناک است. میخواهم داستان مشکلی را که اینتل در پاییز سال 1994 در مورد مهمترین فرآورده و کشتی سرفرماندهی خود یعنی پنتیوم با آن دست به گریبان بوده بازگو کنم. پنتیوم توانمندترین ریز پردازنده رایانه‌ای که تا آن زمان ساخته شده. اما فصل 1 رو میریم که با هم دیگه شروع کنیم. ابتدا تیتر هر فصل رو برای شما میخونم و بعد فصل 1 رو شروع میکنم و تا جایی که زبان به من اجازه بده براتون میخونم. فصل 1 چیزی دگرگون شده است. فصل 2 نیروی دگرگونساز 10 برابر. فصل 3 شکل‌گیری صنعت رایانه. فصل 4 همه جا حضور دارند. فصل 5 چرا خودمان انجامش ندهیم؟ فصل 6 نشانه راهنما یا گمراه کننده. فصل 7 به آشفتگی میدان بدهید. فصل 8 مهار آشفتگی ها. فصل 9 اینترنت نشانه راهنما یا گمراه کننده، نوید یا تهدید. اما فصل 1 با این جمله شروع شده: قانون‌های تازه اکنون نیرومندتر شده‌اند. آنچنان نیرومند که نزدیک به $500 میلیارد هزینه روی دست ما گذاشتند. من به منظور دوری موقت از کارم در سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اینتل کار تدریس نیمه وقت در دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه استنفورد را پذیرفتم. موضوع درس مدیریت راهبردی است. روش کار من و همکارم پروفسور روبرت بکمن چیزی است که درست پس از پایان تدریس در هر نشست از روی فهرست نام‌ها دانشجویان را مخاطب قرار می‌دهیم و تا هنوز خاطره‌ها تازه است برداشت هر یک را از موضوع مورد بحث می‌پرسیم. در روز 22 نوامبر 1994 سه‌شنبه پیش از روز شوک‌گذاری بحث ما در کلاس به درازا کشید و تصمیم داشتم تا به شرکت اطلاع دهم که امروز با آنجا سر نخواهم زد. در همان هنگام زنگ تلفن به صدا درآمد و از دفتر کارم مرا می‌خواستند. مدیر روابط عمومی با من کاری فوری داشت. او می‌خواست خبر بدهد که گروه خبرنگاران شبکه تلویزیونی CNN در راه آمدن به شرکت اینتل هستند. آنها از وجود اشکالی در بخش نماد علمی یا ممیز شناور پردازنده پنتیوم آگاه شده بودند و می‌خواستند موضوع را آفتابی کنند. در اینجا بایستی کمی به گذشته برگردم. این نخستین نکته درباره شرکت اینتل است. در سال 1994 اینتل بزرگترین سازنده تراشه‌های رایانه بود و درآمدش از این فرآورده به بیش از $10 میلیارد می‌رسید. شرکت در آن زمان 26 سال سابقه فعالیت داشت و در زمینه ساخت 2 سنگ بنای مهم فناوری نوین، تراشه حافظه و پردازنده‌ها سرآمد بود. در سال 1994 بیشتر فعالیت ما بر گرد ریز پردازنده و به خوبی میچرخید. کارمان بسیار سودآور و رشد سالانه نزدیک به 30% بود. سال 94 به دلیل دیگر نیز برای ما سال بسیار ویژه‌ای بود. می‌خواستیم پیشرفته‌ترین و آخرین نسل ریز پردازنده پنتیوم را به صورت انبوه تولید و روانه بازار کنیم. این کار اقدامی برجسته بود که با صدها مشتری مستقیم شرکت سازندگان رایانه‌ها پیوند می‌یافت. پاره‌ای از مشتریان عمده حتی به این برنامه یاری رسانده و صمیمانه آن را پشتیبانی کرده بودند. ما خود را به این فرآورده سخت متعهد کرده و تبلیغات گسترده‌ای به منظور آگاه ساختن خریداران رایانه به راه انداخته بودیم. از نظر درون سازمانی هم 4 کارخانه مهم خود را در چند کشور به تولید پنتیوم اختصاص داده و بر این طرح عنوان کار شماره 1 گذاشته بودیم.
بنابراین همه کارکنان به خوبی می‌دانستند که اولویت نخستین شرکت در کجاست. در میانه چنین میدانی یک پیشامد ناگوار رخ داد. چند هفته پیش یکی از کارکنان ما در شبکه اینترنت، جایی که خواستاران فرآورده‌های اینتل بسیار فراوانند، پیامی به این مضمون را مشاهده کرده. در واحد نماد علمی پنتیوم کاستی‌هایی وجود دارد. واحد نماد علمی بخشی از تراش است که عملیات گسترده و سنگین ریاضی را انجام می‌دهد. پیام از یک نفر استاد ریاضیات بود و نشان می‌داد که تراشه مورد نظر در محاسبات بسیار گسترده گاهی اشتباه می‌کند. وی گزارش داده بود که در زمان حل یک مسئله پیچیده ریاضی به یک اشتباه در تقسیم برخورد کرده است. ما خود از چند ماه پیش به این مشکل پی برده بودیم. علت آن وجود یک اشتباه کوچک در طراحی تراشه بود که در نتیجه به هنگام سرراست کردن حاصل تقسیم در هر 9 میلیارد مرتبه یک بار اشتباه می‌کرد. ما این فرآورده را همچنان رضایت بخش می‌دیدیم، زیرا برای کاربران معمولی صفحه گسترده ممکن بود هر 27,000 سال یک بار چنین مشکلی پیش آید. در مقایسه با دیگر کاستی‌های فراوانی که موجب از رده بیرون بردن تراشه‌های رایانه‌ای می‌شود، این زمان بسیار دراز و قابل گذشت می‌نمود. بنابراین ما ضمن کوشش و پژوهش فراوان برای رفع عیب یاد شده به تولید انبوه فرآورده پرداختیم. در این گیرودار آن پیام اینترنتی مورد توجه رسانه‌های همگانی نیز قرار گرفت و یکی از هفته‌نامه‌های نامدار اقتصادی ضمن نوشتن گزارشی مفصل و سنجیده عکس روی جلد خود را به موضوع اختصاص داد. چکیده مطلب در چنین نشریه بازرگانی هم بازتاب یافت و فروکش نمود تا اینکه آن سه‌شنبه پیش از روز شکرگزاری فرا رسید. این همان زمانی است که گروه تلویزیونی CNN به شرکت مراجعه نموده و از موضوع بسیار برافروخته بودند. تهیه کننده برنامه با لحنی تند و تهاجمی با مسئولان روابط عمومی گفتگوهای مقدماتی را انجام داده بود. صدای خانم مدیر ارتباطات شرکت در تماس تلفنی با من آشفته و همراه با نگرانی بود. کاغذها و یادداشت‌هایم را برداشته و به سوی دفتر کار شتافتم. اوضاع به راستی دلخواه نبود. CNN برنامه کوتاه نامناسبی به زبان ما تهیه کرده بود که فردای آن روز در شبکه پخش شد. روزنامه‌های مهم دوباره به موضوع روی آوردند و گزارش‌های گوناگون با عنوان‌هایی از عیب موجود، از اعتبار تراشه‌های پنتیوم می‌کاهد تا آیا ریز پردازنده‌های پنتیوم را باید یا نباید خرید. در آنها ردیف گردید. گزارشگران شبکه‌های تلویزیونی در محوطه بیرون اداره مرکزی شرکت اردو زده بودند و باران پیام‌های اینترنتی از سراسر ایالات متحده آمریکا باریدن گرفت. گویی همه دوربین‌ها بر روی ما تنظیم شده بودند. در اندک زمانی کاربران رایانه در دیگر کشورها هم به این جمع پیوستند. بسیاری از کاربران درخواست تعویض و دریافت تراشه جانشین را داشتند. سیاست جانشین‌سازی ما بر ارزیابی درجه جدی بودن مشکل پایه‌گذاری گردید. برای کسانی که در کارشان با عملیات گسترده ریاضی به ویژه تقسیم سر و کار داشتند، تراشه را عوض می‌کردیم. دیگران را نیز توجیه نموده و نسخه‌ای از گزارش فنی یافته‌های خود را برایشان می‌فرستادیم. با گذشت 1-2 هفته رهیافت‌های دوگانه یاد شده مؤثر افتاد و از شمار تماس‌ها به فراوانی کاسته شد. هرچند روزنامه‌ها همچنان کم و بیش بر ما فشار می‌آوردند، ولی نشانه‌های حساس مانند فروش رایانه‌ها و کاهش درخواست تراشه‌های جانشین حاکی از این بود که مشکل مهار شده است. روز دوشنبه 12 دسامبر ساعت 8 صبح به دفتر کارم وارد شدم. برگیره کوچکی که دستیار من پیام‌های مهم تلفنی را بدان می‌آویزد، یک برگ کاغذ لوله شده چاپ رایانه‌ای قرار داشت که حاوی سرفصل خبرها بود. توجه من بیدرنگ به این عنوان جلب شد. IBM کار حمل و ارسال رایانه‌هایی را که بر پایه فناوری پنتیوم ساخته شدند متوقف کرده است. دهانه دوزخ دوباره گشوده شد. عمل IBM بسیار با اهمیت بود، زیرا هرچه باشد IBM است. این غول کهن در ساخت رایانه شخصی PC از رقبای تازه نفس بسیار عقب‌تر بود، ولی به هر صورت دست به ساخت این گونه دستگاه‌ها هم زده بود.
که بر پایه فناوری اینتل قرار داشت. گزینش ریز پردازنده های ما توسط IBM برایمان امتیاز و تأییدی به حساب می آمد. از این رو موضوع تازه بسیار با اهمیت جلوه می کرد. تلفن ها دوباره با خشم و شدت به صدا درآمدند. حجم مکالمه ها از تلفن اضطراری سر به فلک کشید. دیگر مشتریان نیز می‌خواستند بدانند که مسئله چیست. صدای بیشتر مخاطبان که در هفته گذشته نرم و سازنده می‌نمود، اینک حالت سردرگمی و نگرانی داشت. ما دوباره ناچار شدیم تا بلاک دفاعی برویم. بسیاری از کارکنان که در ساخت این قطعه شرکت داشتند، سابقه کمی در اینتل دارند و در 10 سال گذشته همواره با پیروزی‌ها و پیشرفت پرشتاب شرکت روبرو بودند. پیروزی‌هایی که بازده کوشش‌های صمیمانه آنهاست. اینک به ناگاه به جای پیروزی‌های قابل پیش‌بینی در وضعیتی قرار گرفته بودند که آینده‌اش تاریک می‌نمود. کارکنان ما همچنان که بالاترین کوشش خود را به کار می‌بردند تا اندازه آشفته و حتی هراسان بودند. این مسئله بعد دیگری هم داشت. گرفتاری تنها در محیط کار نبود. هنگامی که کارکنان به خانه می‌رفتند، ناچار می‌شدند تا با نگاه‌های غیرعادی اعضای خانواده و دوستان روبرو گردند. نگاه‌های نگران، سرزنش‌آمیز و پرسشگر. از این دست که شما همه دارید چه کار می‌کنید؟ از تلویزیون چیزهای زیادی پخش شد. میگفتند که شرکت شما آزمند و پرنخوت است. کارکنان ما عادت کردند به کار در اینتل ببالند و از همه تعریف و ستایش بشنوند. اکنون در بیشتر جاها شوخی‌های استهزاآمیز به گوششان می‌رسید. هنگامی که با یک دانشمند دیوانه پنتیوم به دست روبرو شوید، چگونه از خود دفاع می‌کنید؟ از این گونه آزارها گریزی نبود. در میان خانواده، مهمانی‌های آخر هفته و یا دوستان، محور گفتگوها مشکل اینتل بود. این دگرگونی برای کارکنان بسیار دشوار می‌نمود و به روحیه آنها صدمه می‌زد. در حالی که روز بعد هم میبایست با مشتریان ناخشنود بحث و گفتگو کنند، پاسخ تلفن‌های خشن آنها را بدهند و نقشه‌های کار و تولید را هم در سر مرور نماید. من هم حال و روز بهتری نداشتم. 30 سال در این صنعت بوده و از آغاز کار اینتل در آن حضور داشتم. من گرفتاری‌های کاری دشوار را فراوان از سر گذراندم، ولی این یکی بسیار ویژه بود. مشکل تازه، بی‌رحم و بی‌سابقه بود و بدان آشنایی نداشتیم. روزها را سخت کار می‌کردم، ولی شب‌ها که به خانه می‌رفتم دستاوردی جز ناکامی نمی‌دیدم. احساس می‌کردم که در بازداشت به سر می‌برم و زیر بمباران وحشتناکی قرار دارم. چرا این چنین شده بود؟ از اینکه با من همراه بودید و این کتاب زیبا رو تا نیمه‌های فصل اول گوش دادید خیلی ممنونم. این کتاب بسیار زیباست. اگر دوست داشتید از راهکارهای مدیریتی در زمان بحران و تولید مشکل استفاده کنید، بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید و لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.